صبحتان بخیر باشد تماشابینان و مخلصان همیشگی برنامه تلویزیونی سلام. امروز ما در یکی از مرکز خوجامشهر قرار داریم. خوب اول من خودم رو زیبا کنم بعدم خوب علاقه به فکرم صبح شده است. دوستان عزیز و نفرانی که مخصوصا در هر کجا مورد تماشا دارند سلام میگیم. سلام تاجیکستان، سلام شهر خوجند و صبح بخیر برای شما. رحمت تشکر زیاد به شما نیست. صبحتان بخیر باشد تماشابینان عزیز. به هر حال فکر میکنم که رژه کاری شما امروز ویران گردید. بله در حقیقت چون است. مثلا هر روزه رژه کاری من همین است که من تقریبا رسو ساعت 1 سحر از خواب میخیزم. خیلی گپ نه زیخ نگردید برای آنکه این برنامه ارزنده همه اوارگی شما میگردد. نصیب برنامه خوب میگردد. خوب من خوب میبینیم نصیب رفتیم. کجا میرید؟ سراسیمه نشوید. این حال حاضر نه همه آمدن. بیاید اول همه رو انتظار میشویم بعدا رهسپار میشویم. حالا که از گفته شما من پای بودم که امروز نفران خیلی مشهور و نفرانی که بهترین هستن در ولایت مشهور هستن اینچنین استورگان بهترین به فکرم جمع آمدن در اینجا. بیاید به هر حال بهترش کمتر درباره برنامه خود به تماشابینان معلومات میدادید. بله دوستان عزیز، این از اون نفرانی که مخصوصا ما رو تماشا کرده من میگم این برنامه تلویزیونی که نام دارد پخته با ستارگان استراد شهر خوجند است. مخصوصا برای شما پیشنهاد شده است این هم باشد در تلویزیون سلام. ستارگان با پخته مخصوصا امروز جمع شدن نفرانی که بهترین مشهور هستند و در شو بیزنس تاجیک خصوصا در ولایت سوخت مقام بهترین دارند بردن که 100% امروز با تمام کل پخته ولایت رو این نفران جمع آوری میکنند. به فکرم در میدان پخته یگان پخته نمیماند امروز. بله در حقیقت از اومدن سرانگان البته معلوم است که خیلی هم شوق‌آورند با شوق آمده شدند که پخته میچینند. در حقیقت به تاجیکستان برنامه خیلی جالب میشود. ما نیت داریم و برای همین رفتیم از حال آنها با خبر میگردیم. خب البته جمع آمدن سرانگان مشهور ولایت سوخت پس رفتیم همراه میرویم. ما را همراه باشید تماشابینان عزیز.